مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان از زمان تأسیس تا امروز توانسته است برای بینندگان نمایش‌های از جهت مضمون مندرجه و شکل و پیشنهاد گوناگون و جالب را تهیه نماید که فراگیری همه پهلوی روزگار نسل نورسی کشور باشند. اینجا می‌خواهیم دور به چندی از نمایش‌های تلویزیون بهارستان معلوماتنامه کوتاه پیشنهاد کنیم. نمایش نخستینی که با تأسیس این شبکه تلویزیونی پیشنهاد گردید محبوب است که مهمان نخستین آن اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان رحمان بودند. صحبت آزاد و صمیمی سرور دولت که به طور مستقیم صورت گرفت با کل نورسان کشور و والدان آنها تماشاچیان سرشمار تلویزیون پسند آمد. تا به امروز این نمایش دور بر روزگار و فعالیت عبرت بخش چندین فرزندان برومند ملت، نمایندگان کسب و کار گوناگون که نمونه عبرتند تهیه می‌گردد. نمایش فرهنگی و فراغتی از سلام نیز یکی از اولین برنامه‌های شبکه تلویزیونی بهارستان بود که با پیشنهاد صحیفه و بخش‌های جالب هم معلومات میداد و هم به بیننده فراغت می‌بخشید. بخش‌های استعداد، کی آمد، باقی حیوانات، لذیذ و غیره مقبولی تماشاچیان نورس بودند و از صحیفه‌های آموزشی آن نورسان هر گونه هنر می‌آموختند. بیبی جانم میآید چنین نام داشت نمایش تربیت معرفتی که هنگام بخوری بیبی و نبیرهایش در موضوعهای مختلف صحبت می‌کردند. کلیچه زرین توانست با پیشنهاد بازی‌های گوناگون ذهنی و حرکتی به دل تماشاچیان نورس جای گیرد. در هر نمایش دو دسته برای به دست آوردن کلید رمزی برنامه مبارزه می‌بردند و در برابر این مهارت و دانش و ذکاوت خود را توسط اجرای شرط‌های برنامه می‌سنجیدند. نمایش خبر همه روزه از رویداد و واقعه‌های نوی مربوط به حیات کودکان و نورسان، تحصیل و استراحت، شرکت در آزمون‌ها و دیگر پهلوهای روزگار نسل نورسی کشور اطلاع می‌دهد. تنفس کلان چنین نام داشت ویکتورینی که در تعلیمگاه‌ها هنگام تنفس برگزار می‌شد. هدف از تهیه نمایش سنجیدن دانش و ذکاوت خوانندگان از دایره فن‌های تعلیمی است. واخوری نورسان به خاطر شناسایی از کسب و کارهای گوناگون توسط نمایش انتخابی من خیلی جالب صورت می‌گرفت. در هر نمایش نمایندگان موافق کسب پیشه‌ها در استودیو مهمان شده و سوال‌های نورسان درباره جزئیات هر یک پیشه جواب می‌گردانیدند. چون واخوری نسل نورس در نمایش دیگری با نام آمدیم ببینیم با هنرمندان و ادیبان برگزار می‌گردید. این نمایش نیز خیلی جالب صورت می‌گرفت. در هر نمایش تلویزیون بهارستان وابسته به سبک و اسلوب و پیشنهاد آن به صفت برنده هم خردسالان نورسان و هم نمایندگان نسل کلانسال انتخاب می‌شوند. نمایش آموزشی وابسته به دانستن پهلوهای گوناگون زبان دولتی اول با نام مهری سخن و سپس با نام حسن بیان تهیه می‌گردید که با جلب دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور شادروان بهرالدین کمال‌الدینوف برای همه خوانندگان و آموزگاران و دیگر قشرهای جامعه پسند بود. نمایش‌های تقدیر و دنیای مهر که اکثراً بر روزگار نورسان امکاناتشان محدود بخشیده شده‌اند، پهلوهای گوناگون روزگار این قشر جامعه را به بینندگان بازگو می‌کنند. برنامه تحلیلی سرعت به بینندگان درباره ماهیت مفهوم‌های گوناگون، عالم اطراف، وقت و فضا و امثال آنها معلومات می‌دهد. شرکت کارشناسان مختلف صحبت آنها جهت روشن ساختن هر یک مفهومی در برنامه محاکمه شونده کمک می‌رساند. تلویزیون بهارستان را به برگزاری آزمون‌های مختلف تصور کردن غیر امکان است. لایحه کلانی آواز طلایی توانست در معرفی سرآینده‌های نورس خدمتی به اندازه کند و امروز لایحه دیگر موفق پروین در سمت دریافت استعدادهای نورسی سه ژانر صنعت موسیقی، وکال، خرگرافیا و نوازش جهت معرفی چندین نورسان بالایقت حصه گذاشته ایستاده است. سلسله آزمون دیگری که پیوسته تهیه می‌گردد برای رسامان نورس است. وابسته به عید و جشن‌ها و صحنه‌های تاریخی هزاران نفر رسم‌های کشتی خود را می‌فرستند تا محصول ایجادی آنها را دیگر همسالانشان ببینند و بها دهند. ویکتورین‌های تلویزیونی به پیش با هم می‌یابیم و دانشور برای کودکان و نورسان سن سال گوناگون پیش بینی شده جهت سنجیدن دانش و مهارت، ملکه، سطح حاضرجوابی و ذکاوت آنها مدد رسانند. برای دوستداران ادبیات بدیعی، نقلمان صاحب ذوق، معرفی کتاب‌های جالب و تازه نشر، نمایش‌های بهتر از دوست، محفل ادیبان نورس، کتاب گویا، وقتی خوانیش، انیس کنجی تنهایی تهیه گردیده با بالاروی ذوق کتابخوانی نسل نورس مساعدت می‌کنند. شما سیاحت را دوست می‌دارید؟ پس می‌توانید همراه با اشتراکچیان نمایش راهنورد به سیر منظره‌های دلفریب تاجیکستان و تماشای یادگاری‌های تاریخی روید. در برابر اجرای شرط‌های نمایش اشتراکچیان با موضوعهای سیاحی کشور آشنایی پیدا می‌کنند.
برای دوستداران ورزش نیز تلویزیون بهارستان چندین لایحه‌های جالب را پیشنهاد کرده است و می‌کند. نوسان در بازی ورزشی آفرین و متین می‌توانند قوه‌آزمایی کنند. دور بر روزگار ورزشکاران نورسی که الکی در مسابقه‌ها شرکت ورزش صاحب جایزه‌ها گشتند و همچنین آگاه از خبرهای دیگری ورزشی، بینندگان می‌توانند پیوسته نمایش‌های تهمتن، گرد آفرید، ستاره‌های فوتبال، 7 روزی ورزش را پیگیری کنند. نمایش فرهنگی و فراغتی یک ساعت الکی چندین سال است که به تهیه بخش‌های جالب دیدنی به همین هواداران مخلصان شبکه پسند است. اندیشه‌های جالب خردسالان توسط نمایش‌های انگوبین و من و مادرم نه تنها برای خردسالان بلکه برای نسل کلانسال نیز جالب است و به این واسطه از سن خردسالی به فکرانی مستقل کودکان مساعدت می‌کنند. اصلا تلویزیون بهارستان از سنه تأسیس تا به امروز نمایش‌های زیاد اطلاعاتی، معرفتی، فرهنگی، فراغتی، آزمونی، ورزشی، صحنه‌های جالبی تربیوی، فیلم‌های گوناگون روی نوار آورده پیشکش بیننده گردانیده است که اینجا ما توانستیم تنها درباره بعضی آنها معلومات کوتاه پیشنهاد کنیم. من بعد نیز کارمندان این شبکه دوست داشتنی با پیدا کردن امکانات‌ها صفی نمایش‌های دیدنی با را زیاد نموده در تشکل سالم نسل نورسی کشور حصه‌گذار خواهند بود.